برادران عزیز، امروز 18 دکامبر سال 2025 من گروه اتفاق بین المللی نویسندگان و طبیبان من با زیارت مقبره بابا طاهر اوریان در شهر همدان آمده ایستادم. از دیروز تا امروز در همدان برف بارید، برف سفید. من ارچه‌های بینید، جای خیلی خوش منظره، خوش باد و هوا. من اینجا پرنده ها من این پانورام عمومی مقبره بابا طاهر اوریان. امروز ما سفری از همدان به مشهد داریم با اتوبوس. حدود 16-17 ساعت راه. من اینجا شاعرها میرزا حیدر، عمر زاد، میرزا یوسف طاهری، خوش حاجی نورالله. انا از پس خانم های زیاد تمام اهل گروه آمده ایستادند برای زیارت همین آرامگاه. من سفر کردم، جهان دیدم. سلامت باشید، 100 ساله شوید، جهانگردی کنید.